این کتاب رو دوستان عزیز اگر که بتونن نمایش بگذارن، این کتاب المحاسن النفسانیه فی اجوبة المسائل الخراسانیه او خراسانیه، شیخ حسین آل عصفور از علمای بزرگ شیعه هست. این در صفحه 147 این کتاب. بل اخبارهم علیهم السلام، روایات و اخباری که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، تنادی فریاد میزند به ان الناصب، که ناصب هو ما یقال له عندهم سنیا. درست. ناصبی کی است؟ ناصبی کسی است که در نزد آنها به سنی مشهوره، سنی مشهور است. پس سنی ناصبی هست. در این کتاب، کتاب مصباح الفقیه، در این کتاب صفحه 288، در این کتابم در صفحه 288 میگه که المراد بالناصب فی الروایات علی الظاهر مطلق المخالفین، کل مخالفین شیعه اثناعشری، شیعه اثناعشری، یعنی حتی شیعیان دیگه، حتی شیعیان 8 امامی و 6 امامی و 5 امامی و نصیری و همه مطلق مخالفین بهشون چی میگن؟ ناصبی. الرسائل الاعتقادیه دوستان عزیز در صفحه 515 در این کتاب، در صفحه 515 میگه که و علی هذا التفسیر هو ان الناصب من نسب العداوه للشیعه، ناصبی کسی است که دشمنی با شیعه داشته باشه. فجل المخالفین بل كلهم من اهل النسب، عده زیادی از مخالفین بلکه همه آنها چی هستن؟ ناصبی هستن.